تئاتر از کهن‌ترین نمود صنعت به حساب می رود. این کاخ معرفت انعکاس کننده کم و بیش روزگار، حیات اجتماعی و واقعات گوناگون زندگی می باشد. یعنی تئاتر به حیات، تاریخ و فرهنگ ملی هر خلق علاقمند است. روی صحنه تئاتر نقش‌آفران بر آن جهد می کنند که تماشابینان با دیدن نمایش عالم باطنی خویش را از فضیلت غنی نمایند. هر یک تئاتر تماشابین خاصی خودش دارد. اگر که امروز که ما گوییم که تماشابین تئاتر نمی خطا میکنه، مگر حوزه من اپرا بالت ما برک الکی با طور الکترونی بلیط فروخته میخرند. آن کسی که میخواهد میبیاد، آن کسی که نمیخواهد نمیبیاد. تئاتر این یک درگاهی هست که این یک جای مقدس است که او تماشابین اصیل میبید که او تشنه فکر و اندیشه هست، تشنه یک دید و فکری نو قبول کردن هست. امروز ما باید که پیش از همه چنون اثر ها براریم که تماشابین خودش میبیاد. هر یک تئاتر دارد. نه دیگر همه اویله به خانه بچخیل. اگر پدر و مادر کتاب خواند، ذوق بدی داشته باشد، فرزندان کتاب میخوانند. اگر پدر مادر به او کنسرت های خوشروی سیمفونی یا که تئاتر روند، او فرزندم عبرت میگیرند میروند، طلبات پیدا میشه. برای چی پیش میرفتن، پیش نمیرن، میبیان حاضرم. لیکن من همون معرفتی مدنیتی شهری میگویم یا زیایی میگویم، انا همون تربیت کردن در کار، از اون طلب کردن در کار. مشاهده می گردد که حضور تماشابینان اصیل نمایش‌های تئاتری کم گردیده است. با اندیشه برخی از تماشابینان، محتوای صحنه‌های تئاتری آنها را قانع نمی‌کند یا اینکه نمایش چند بار تکراراً پیشنهاد می‌گردد. راستی من به تئاتر باری آخر سال گذشته رفته بودم. از سبب در اون است که من به تئاتر نمیروم که همین نمایش‌های تئاتری را آنها تکراراً انجام می‌دهند و ذوق ما را بیدار نمی‌کنند. اولا اینکه آنها نمایش‌های خویش را تکراراً نشان می‌دهند و دوم اینکه من وقتی زیادتی ندارم که نمایش‌هایی که من باری آنها را تماشا کردم در گذشته باز آنها را با تکراراً تماشا کنم. من میخواهم که دراماتورگان ما صحنه‌های نو ایجاد کنند، یعنی اثرهای نو ایجاد کنند تا آنها در روی صحنه آنها را نشان دهند و ما هنگامی که با آن صحنه‌ها را تماشا کنیم برای ما یک غذای معنوی دهد. من به کتابخانه میروم، از اثرهای گوناگون کتابخانه من استفاده میکنم و به خود یک غذای معنوی میگیرم. اما افسوس که امروز ما با تئاتر برای اون نمیرویم که اما صحنه‌های جالب و صحنه‌های نیست که ما از آنها غذای معنوی گیریم. افسوس. و ما می‌خواهیم که در همین صحنه‌های تئاتری همین صحنه‌های مهم و صحنه‌های ضروری حیاتی را پیشنهاد کنند و برای تماشابینان پیشنهاد کنند تا که ما از آنها یک غذای معنوی گرفته توانیم. این اندیشه یک تماشابین است، ولی طور معلوم شد اهل ایجاد تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برای تهیه صحنه‌های جالب و سهم گذاشتن در تربیت معنوی تماشابینان نورس و جوان در سال 2020 سزاوار مکافات گردیده است. برای آنکه در سال سپری شده تئاتر لاهوتی تقریبا 9 تا نمایش، 4 تا نمایش بچگانه و 5 تا نمایش برای کلانسالان روی صحنه آورد که قریب که همه روزه در صحنه تئاتر اجرا می شود. تماشابین خوب چی خردسال و چی بزرگسال از این نمایش ها بهره می برند و خوشبختانه با مرور وقت رابطه تماشابین با تئاتر خیلی خوب شده است. حتی بارها بوده که تالار بدون آنکه یک نفر را یا یک تشکیلاتچی خود تماشابینان آمده چیپته میگیرن از همون خزینه تئاتر می آیند برای آنکه نمایش را ببینند. میدونید این هم یک تماشابین هست که یک دایره مخصوصی خود را دارد. یعنی تماشابین هست که البته کتابخوان هست. یعنی اگر ببیند که در تخته تبلیغ گوییم اگر نوشته شده باشد که نمایش فردوسی و یا رستم و سهراب، نمیدونم هر نمایش دیگر، اگر اون اثر را خوانده باشد حتما دقتش جلب می شود، یعنی توجه ظاهر می کند، می خواهد که اون نمایش را ببیند. تئاتر یک مکان است، یک صحنه هست که ما انسان ها که همگی نمیدونیم که بعد از 10 سال 20 سال 50 سال چی تقدیر، یعنی چی زندگی با ما روبرو می شود. گاه ما می توانیم که این را در صحنه ببینیم. از مناسبت اون
قهرمان‌هایی که در زندگیشان مثلا چگونه برخورد داشتند با انسان‌ها، چگونه مناسبت داشتند، چه عمل‌ها داشتند و عاقبت چه پاداش گرفتند. میفهمید این یک مکتبی بزرگ هست تئاتر. با عقیده هنرپیشه‌ها تئاتر از بخش‌های اساسی فرهنگ هر ملت به حساب می‌رود و تئاتر تاجیک رسالت تربیتگری، بلندبرداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی را از گذشته تا امروز صادقانه به جا می‌آورد. تالار تئاترها تقریباً در همه نمایش‌ها پر باشند هم در بسیار موارد رفتار تماشابین جریان نقش آفری هنرپیشه‌ها را به ارزش می‌کند. متاسفانه در این میان باز هستند تماشابینانی که چون که در بالاتر گفتم شاید همون تشکیلاتچی تشکیل کرده می‌آورد و متاسفانه از دنیای تئاتر، از دنیای ادبیات، گاه از فرهنگ و هنر حتی چندان برخوردار نیستند. اما ما از این هم آزرده نمی‌شویم، هرچند که در رفت نمایشگاه به هنرمندان این لقمه می‌پرتایند، گاه خلال می‌رسانند، اما ما امید بر آن داریم که آهسته آهسته اون تماشابین ها هم در میان این تماشابینی که تئاتری هست و کتابخوان هست آهسته آهسته تربیت می‌یابند، تبدیل می‌شوند به یک تماشابین تئاتری. و بسیار می‌خواهم که همین تماشابین نسل نورس که امروز یعنی واقعا قابل قید هست که همین فروغ صبح دانایی، همین آزمونه که با سپارش و با راهبری پیشوای معظم ملت راه اندازی شد، باور کنید بهترین اقدام بود، هست و خواهد ماند. میدونید برای چی؟ برای آنکه نسل جوان ما، خب نسل چه میان سال چه خردسال توجه میکنن به کتاب و اشعار معاصر و کلاسیک. وقتی که این همه کتاب ها را از بر میکنن، میدونید وای الکی تبدیل میشود به یک آدم فرهنگی، به یک انسان کامل، به یک انسانی که دارای آداب و خلق انسانی هست و البته وای رو میارد به تئاتر. امروزها طلبات مردم نسبت به تئاترها خیلی کم شده است، از بس که در جریان رفتی بازی هستند شخصانی که با بازی هنرپیشگان با آنها خلل وارد می نمایند. دیروز من در تئاتر اپرا و بالت صدرالدین عینی بودم و نمایش خسرو و شیرین را تماشا کردم. بسیار جالب بود. دفعه دیگر در تئاتر بودم و در آنجا دیدم که بودن شخصانی که با هنرپیشگان لقمه می‌پرتافتند، با تلفن حرف می‌زدند، حتی با نوار می‌گرفتند. عموما با نمایش تئاتر خلل وارد میکردند و من از این نمایش چیزی گرفته نتوانستم، زیرا این رفتار آنها با من خلل وارد نمود و من از این نمایش چیزی گرفته نتوانستم. وقتی که تماشابین با تئاتر میرود باید معرفت بلند داشته باشد و از آن نمایش چیزی به خود گیرد. هر یک هنرمند این رو آرزو میکند که وقتی که کار و فعالیت میکند، وقتی که اون نمایشنامه یا که اون هنری خود را که روی صحنه میگذارد نقش میآفرد، البته هنرمند بی تماشابین هیچ است. وقتی که ما که روی صحنه میبرآمدیم میدیدیم که تالار پر از تماشابین است، البته این یک احساسات، یک حسیات ما رو باز دوچند میکرد، چون که الهام هنرمند است این تماشابین. البته برای ما، برای شخصا خودی من که در این نقش شاه خسرو که من نقش میآفریدم، وقتی که تماشابینی که امروز خود شاه خسرو را تماشا می‌آید، البته من بسیار خوشحال می‌شدم، خرسند می‌شدم که تماشابین ما در تالار ما چقدر با یک احساسات، با یک روحیه بالا نمایش ما را تماشا میکنند. البته این برای من یک خوشبختی است. با اندیشه هنرپیشه‌های تئاتر دولتی جمهوریوی لختک، کودکان و نورسان بهترین تماشابینان صحنه‌های تئاتری میباشند و تالار تئاتر مذکور همیشه پر از تماشابین است. ما خوشحال هستیم که به هر حال ما تماشابین داریم. ما با واسطه اینترنتی مردم دعوت میکنیم که هر روزهای استراحت تئاتر ما گشوده است و می شود که بعضا روزهای استراحت
خود پدر و مادران پسرانشان گرفته اومده از خزینه تئاتر چوبته گرفته به تئاتر میآیند. به همه معلوم است که تئاتر هم این یک مؤسسه تعلیمی است. امروز ما نمایش‌های روی صحنه میاریم که همشون مضمون تربیوی دارند و روزهای استراحت که گفتیم تماشابین میآید. اگر تماشابین خواه روزبان باشد خواه تاجیک زبان باشد، ما هم با زبان روسی و هم با زبان تاجیکی نمایش‌های جالب داریم که هر یک نمایش امروز ما روی صحنه میاریم همشون یک مضمون تربیوی دارند و چه خیلی میگویند تئاتر این آینه زندگی است و هر یک تماشابین امروز میآید و تماشابین خودش را در تئاتر میبیند و وقتی که ما تماشابین رو اولا در نزد صحنه حولی تئاتر با قهرمان‌های افسانه‌ای که چه خیلی بچه‌ها نقش می‌بینن آنها رو با یک مهربانی با یک استقبالی نو پیشواز می‌گیریم و بعداً در آشونه یکم با موسیقی و با سرود آنها رو پیشواز گرفته بعداً به تالار میاریم و نمایش‌های ما رو تماشا می‌کنن و هستند کودکانی چالاکی که وقتی که نمایش‌های ما رو تماشا میکنن الک بعد از نمایش‌ها با ما سوال و جواب میکنن بیشتر و عکسی همون قهرمان رو تصویر میدهند. امروز خرسندآور است که بسیار ترقی کرده است. امروز تاجیکستان ما خرسندآور است که آباد است، زیبا است و امروز کودکان ما هم الک بسیار یک دانش وسیع دارند و تماشا آمدن نمایش‌های ما رو تماشا میکنن. حتی در کتاب قید ما قید میکنن که چگونه نمایش بود و آنها معقول شد یا نه و من باوری دارم که امروز اون نمایش‌هایی که ما روی صحنه میاریم البته با تماشابینان محکوم میشوند. من حتی بعضی زیایی‌ها میدم که تا حاضر یگان بار تئاتر نامده است. از اون آدم عادی ما چی طلب میکنیم؟ انا این است. برای همون این چیزا یک صد و ماندن در کن. من گمان میکنم که پیش از همه این از همین حاضر مکتب‌ها خدا بشکر اینقدر مکتب‌ها اینقدر چیزای خوب نو ساخته اینقدر تالارهای خوب ساخته یعنی که الان در مکتب‌های میانه کن خب باغچه ما شاید که این سرودخوانی و این درس باشد خیلی که در وقتش بود در مکتب‌ها باید کروژاک‌های دراموی تئاتری من همین چیزها باید باشد یا که در من دانشجوی با این من همون پیش اگر در خاطر داشته باشد محضر بود کوین بود که چی باید میکردم که شامل بودن صنعت ساختن و کردن به بچه‌ها شوق پیدا میشد اینا زنده کردن در کار یا اینکه در خود مکتب‌های میانه اساس‌های دراماتورگیا دادن در کار نه اینکه یک همون ادبیات که مخصوص درباره فکرانی چیزهای دراماتورگی جهانی این چیزا خواندن در کار یعنی که سیستم درس و چیزهای این هم تاثیر میکند اون طرف طلبات خودش پیدا میشه تماشا برای همون تماشابینه او از خانه از مکتب تربیه کردن در کار و هم تو خودش پیدا نمیشد. سبب کم توجهی به نمایش‌های تئاتری رو هر نفر هر گونه شرح می‌دهد. با اعتماد میتوان گفت که تئاتر شهرتیار تاجیک به مثل پیشین گذشته را با ما میشناساند. طرز زندگی معاصر را می‌آموزاند. هر انسان را به خودشناسی هدایت می‌کند و تماشابین خوش‌ذوق را از جهت عقلانی و ذهنی کامل‌تر می‌نماید.